شما الکی با حیث یک راهبر تیم نو تاسیس به فدراسیون فوتبال دعوت شدید. اونجا چی گفتن و به شما چی وعده دادن؟ ما در اون چهاربینی اشتراک کردیم. در اونجا پیشنهاد کردن که برای تشکیل کردن دیم لیگ در ولایت ختلان اونجا ما راضی شدیم که کمانده ما باختر نویا باختر در دیم لیگ بازی کنند. بعدا مجلس ها دوام دارد، باید روزهای نزدیک مجلس شود و روزی بازی‌های دیم لیگ جمهوری ترکستان معین کنند. بچه های تیم باختر که شما تاسیس دادید و حالا دیگه بازی های دوستانه را انجام میدهند، معاشو که حق موز این چیزا در نظر گرفتید؟ راستی ما پیشنهاد کردم برای بچه‌های فوتبالیستای کمانده تشکیل کردگیمون که ما برای بچه‌ها اویلی کنیم، آنها زیرش راضی نشدند. گفتن که برای ما سر و لباس و دیگر چیزا، توپ، چیزایی که برای آنها در کار بود تشکیل کردیم، آنها را تشکیل کردیم. آینده ما نقشه داریم که هر یک بازیگر را معاش کنیم. اینه که برای بازی دوستانه که ما در حدود ولایت گذرانده استیم، برای چی خرسان شویشان ما یورا هدیه پولی داده استیم.